به نام خدا. مبحثی که میخوایم در مورد صحبت کنیم مبحث بک‌گراند ورکر هست. ما اینجا میخوایم که از طریق بک‌گراند ورکر بیایم عملیات کپی کردن فایل رو انجام بدیم، یعنی فایل رو از محل دلخواهمون انتخاب کنیم و در محل دیگه اونو کپی کنیم. در ابتدا اون چیزی که در فرممون داریم، در دیزاینش داریم، بخش دیزاین، دکمه‌ای به نام فرام فایل هستش. دکمه هستش که با زدن اون ما در واقع آدرس فایل مبدأمون رو انتخاب میکنیم و اون آدرس در داخل تکست باکسی که مقابل اون باتم هستش قرار میگیره. دکمه تو فایل رو وقتی میزنیم آدرس این امکان به ما میده که آدرس فایل مقصدمون رو انتخاب کنیم و اون آدرس داخل این تکست باکس قرار میگیره. با زدن دکمه استارت عملیات کپی کردن شروع میشه و با زدن پاز عملیات متوقف میشه و اگه بخوام دوباره عملیات از همون جایی که مثلا متوقف شد دوباره ادامه پیدا کنه، دوباره همین دکمه رو میزنیم. و اگزیت هم عملیات رو در واقع باعث میشه از برنامه خارج بشیم. اگزیت یعنی خروجه. یه تول بار هم که داریم یه پروگرس بار هم داریم که در واقع میزان پیشرفت کار رو به ما نشون میده و به تدریج که این داره فایل داره کپی میشه این هم کم کم پر میشه و وقتی کپی انجام میشه در واقع این پروگرس بارمون هم پر میشه. ما به صورت ویژوال اومدیم کنترل بک‌گراند ورکر رو اینجا اضافه کردیم و فولدر براوز دیالوگ و اوپن فایل دیالوگ در واقع برای همین باز کردن فایل مبدأ و جستجو کردن فایل مقصدمون ازش استفاده میکنیم. یه ویژوال اینجا اضافه کردیم و اون چیزی که در قسمت کد اتفاق میفته، ما اول خب کلاسی تعریف کردیم در واقع با نام بک ورکر، حالا اینجا اسمشو گذاشتیم که از فرممون ارث میبره. زدیم و بعد اینجا اومدیم متغیرامون رو تعریف کردیم. متغیرایی که ما داریم دو تا متغیری که ما داریم از نوع بولیان تعریف کردیم، انصراف و توقف هستن که مقدار اولیه فالس هم بهش دادیم. و حالا میایم که اینجا یک تابع به نام بک‌گراند ورکر یک دو ورک داریم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما میخوایم عملیات کپی، ما نیاز هستش که ایونت های اون رو تعریف کنیم. بک‌گراند ورکر سه تا ایونت به نام دو ورک، براند ورکر کامپلیت و پروگرس چنج داره که در واقع دو ورک زمانی که بک‌گراند ورکر وارد کار میشه این ایونت صدا زده میشه. دو ورک ما معمولا عملیات زمان برمون رو داخل دو ورک انجام میدیم. براند ورکر کامپلیت هم زمانی که کار ما به اتمام رسید به طور خودکار صدا زده میشه و پروگرس چنج هم ایونتی هستش که مقدار پیشرفت کار رو نشون میده. ما برای هر کدوم از ایونت ها که میخوایم استفاده کنیم یه تابع تعریف میکنیم. الان برای ایونت دو ورکمون تابعی تعریف کردیم که حالا این تو این تابع ما اومدیم ابتدا متغیرهای مورد نیاز مبدأ، دو تا متغیر مبدأ و مقصد که از نوع تکست هستن، در واقع از نوع که درست کردن در واقع محتواش آدرس فایل ورود و فایل خروجمون هستن. بافری هم که تعریف کردیم، این بافر در واقع ما اون فایل ورودیمون رو که میخونیم داخل این بافر میریزیم و اومدیم مقدار ورکر تعریف کردیم که مقدار سندر رو داخلش ریختیم و بعد حالا این فایل استریم اینجا چی کار میکنیم؟ اینجا در واقع ما میایم با استفاده از این اول اومدیم یه شی از فایل استریم برام استریم تعریف کردیم و اومدیم فایل ورودیمون رو خوندیم، بازش کردیم فایل مبدأمون رو و میخونیمش و آدرس شروعش رو اینم اینتجر هم آدرس شروع فایل رو داریم داخلش نگه می‌داریم و اومدیم اینجا داخل فایل مقصدمون اونجا نوشتیمش. حالا فایل مقصدم یه فایلیه که ما میریم انتخاب میکنیم و بازش میکنیم داخلش مینویسیم یا یک فایل رو که برای محل دیگه ایجاد میکنیم و داخلش کپی میکنیم. ما برای پر کردن پروگرس بارمون از یه حلقه فور استفاده میکنیم. حلقه فورمون چه تعداد بار تکرار میشه؟ حلقه فور به تعداد طول
فایل مبدأمون در واقع این استریم بود و داتلت وقتی میذاریم طول فایل مبدأ ما به ما میده. ورک ریپورت پروگرس در واقع اینجا وقتی این زده میشه چه اتفاقی میفته؟ وقتی ما اینو میزنیم در واقع تابع ایونت پروگرس چنجمون صدا زده میشه. پس وقتی ما ریپورت پروگرس میزنیم و داخلش یه مقداری بهش میدیم دیگه، این میاد چیکار میکنه؟ این میاد تابع پروگرس چنجمون رو تا اون مقداری که بهش دادیم رو میاد اینجا به ما برمیگردونه. این تابع میاد صدا میزنه و مقداری که بهش دادیم رو برمیگردونه. در واقع در هر مرحله توی حلقه فورمون هی میاد این میزان پیشرفت رو در هر مرحله به ما نشون میده با عددی که بهش میدیم، درصد پیشرفت کار نشون میده. تردمون هم استیپش رو سر گذاشتیم که در ما بتونیم این عملیات پر شدن پروگرس بار و ما اینجا اومدیم خب یک آرایه از نوع باید تعریف کردیم که خب اون مقدار چیزی که میخونه رو داخلش میریزه دیگه، اون فایل مبدأمون که گفتیم میخونه داخلش بریزه. حالا وقتی ما داریم عملیات این کپی داره انجام میشه، امکان داره فرد بیاد دکمه مثلا پازو بزنه که باعث میشه عملیات متوقف بشه. ما میخوایم عملیاتمون فقط متوقف بشه، یعنی در همون جایی که قرار داره در همون جا در واقع بمونه، نره به ابتدا یا نره به آخر کار، همونجا بمونه که اگه دوباره باز ادامه رو زدیم دوباره از همونجا کارمون شروع بشه. اما اگه انصراف زده شد ما میخوایم کلا عملیات کلا کنسل بشه دیگه. مثلا وقتی که کلا مثلا طرف میخواد اصلا کلا عملیات انجام نشه و خارج بشه از برنامه که دیگه میاد کلا کنسل میکنه، آفست رو صفر میکنه. و در هر تو این حلقه فورمون همواره میایم چیکار میکنیم؟ میایم اون فایل مبدأمون که داخل بافر ریختیم میایم همش از اون میخونیم، محتوا فایل مبدأ رو میخونیم و داخل فایل مقصدمون کپی میکنیم و رایتش میکنیم در واقع. خب هر کدوم از این دکمه ها وقتی زده میشه چه اتفاق میفته؟ دکمه‌ای به نام دکمه استارت داریم که وقتی زده میشه در واقع با استارت وقتی زده میشه ما میخوایم عملیاتمون شروع بشه دیگه. وقتی زده میشه ما میخوایم انصراف اول انصرافمون رو فالس ورکر اساین. این میاد چیکار میکنه؟ این میاد در واقع میاد تابعی که جلوی مثلا دو ورک در واقع میاد اون تابع زمان بعد ما که گفتیم اون دو ورکی که تعریف کردیم اون در واقع میاد اونو صدا میزنه. این خط باعث میشه که اصلا بک‌گراند ورکر شروع به کار بکنه و اون تابع میاد صدا زده میشه و عملیاتش انجام میده. و ما پایتر اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم این هندلرهای این چیزامون رو ایونت هامون رو مشخص کردیم. ما دو ورک داشتیم و پروگرس چنج داشتیم که اونجا اومدیم هندلرهاش رو مشخص کردیم و اینجا قشنگ می‌بینیم که نام تابع جلو مثلا هندلر رو نام تابعشون اومده، تابعی که براشون نوشتیم، تابعی که برای دو ورک نوشتیم و این تابعی که برای پروگرس چنج نوشتیم. حالا دکمه پاس که زده میشه چه اتفاقی میفته؟ دکمه پاس که زده میشه در واقع ما میخوایم ببینیم که میایم بررسی میکنیم وقتی دکمه پاس زده شد آیا حالا در چه حالتی؟ آیا توقفمون ترو یا فالسه؟ اگه توقفمون ترو بود بیا چیکار کن؟ بیا اون دکمه تکس دکمه پازمون رو بیا پازش کن، یعنی پاز باشه و توقف رو بیا فالس کن. یعنی و اگر توقفمون فالس بود بیا دکمه باتم رو تکس باتم رو کنتیو کن و توقف رو ترو کن. ما در واقع میخوایم وقتی که پاز زده میشه ببینیم در چه حالتی هست. اگه ما وقتی میخوایم پاز کنیم بس دکمه پاز رو میزنیم و عملی متوقف میشه، ولی ما میخوایم دکمه‌مون حالت چی در بیاد؟ اون باتمش کنتیو باشه، یعنی
چیزی روی باتمون نوشته بشه که اگر دوباره بخوایم اونو کلیک کنیم اون اتفاق میفته. یعنی وقتی ما باز میکنیم عملیات متوقف میشه، ولی دکمه‌مون اون لیبلی که میخوره کنتینیو هستش، یعنی اگر شما اینو دوباره بزنید عملیات ادامه پیدا میکنه. قسمت این دکمه چیکار میکنه؟ این در واقع همون فرام فایلمون هستش، یعنی دکمه هستش که با زدن اون ما میاد فایل مبدأمون رو انتخاب میکنیم. میاد چیکار میکنه؟ میاد فایل مبدأمون رو باز میکنه و آدرسش رو میریزه داخل اون تکست باکسمون. فایل مبدأ باز میکنه و آدرسش رو داخل تکست باکس میریزه. کنسل در واقع اون باتمی هستش که ما گفتیم بیاد چیکار کنه، کلا ما میخوایم از برنامه خارج بشیم و عملیات پایان پیدا کنه. خب میایم اول انصراف تور میکنیم چون دیگه میخوایم در واقع کنسل کنیم برنامه رو. میگیم که آیا مطمئنید که میخواید از برنامه خارج بشید؟ فقط اینجا یه مسیج باکس میذاریم، چیزا خاصی نه، یه مسیج باکس میذاریم که در واقع کاربر میگه آیا مطمئنید شما میخواید خارج؟ اگه اوکی زده بشه کلا دیگه برنامه بسته میشه. بازم که گفتیم چی کار میکنه. و اما دکمه‌ای که اینجا هستش، دکمه که هست با زدن اون در واقع چیکار میکردیم؟ فایل مقصدمون رو انتخاب میکردیم. ما الان اینجا چیکار میکنه؟ اینم میاد جستجو میکنه، فایل مقصد رو پیدا میکنه برای ما و آدرسش رو داخل اون تکست باکس قرار میده. اینجا کار دیگه هم که کردیم گفتیم هر جا اسلش اسپیس داشتیم بیا اونجا به جاش اسلش بذار. در واقع میخوام آدرسمون رو با اسلش بخش مختلف رو از هم دیگه جدا کنیم. خب این از کدمون بود. حالا میخوام ببینیم که نحوه اجراش چجوری میشه. با فرام فایل مبدأمون رو، مسیر فایل مبدأمون رو مشخص میکنیم که فایل مبدأمون کجا هستش، از کجا باید بیاد. خب این مسیر فایل مبدأمون هستش که انتخابش کردیم. حالا وقتی تو فایل میزنیم به ما میگه که مسیر فایل مقصد، این فایل یعنی میخواید کجا کپی بشه. فایل مقصدمون رو انتخاب میکنیم، مسیر فایل مقصدمون هم اینجا مشخص شد. حالا ما مسیر رو مشخص کردیم و با زدن استارت در واقع عملیات کپی آغاز میشه. ما اگه بخوایم یک لحظه عملیاتمون متوقف بشه پاز رو میزنیم، ببینیم که اون چیزی که اینجا قرار گرفته کنتینیو، یعنی شما اگه بار دیگه این دکمه رو انتخاب کنید اتفاقی که میفته اینه که عملیات ادامه پیدا میکنه. و اگه باز اینجا رو بزنیم پاز میشه عملیات کپی. خب کپی حالا انجام شد. با زدن اگزیت با یه پیغام از ما میده که آیا مطمئنید و ما اوکی که میزنیم عملیات متوقف میشه. خب ما یک فایل اومدیم از دسکتاپمون داخل درایو دی کپی کردیم. خب اینم فایلیه که ما اومدیم انتخابش کردیم و اینجا کپی کردیم و عملیات کپی با موفقیت انجام شد.